چطور نیستی گیمر هستم. امروز اومدیم با یک ویدیو جدید. داخل این ویدیو قراره که بریم و کل اکانت من رو بهتون نشون بدم. البته بچه‌ها من اکانت اصلیم که شاید نمیدونم ماجراشو گذاشتم توی یوتیوب یا نه، اما اکانت اصلیم بند شد و اونا بند دائمی که اکانت خیلی خفنی بود و شاید من اکانت جدیدی بودم. از خیلی وقتا این اکانت رو داشتم و روش پلی نمیدادم. جدیدن که روش پلی رو شروع کردم بریم که اکانت رو بهتون نشون بدیم. بریم که داخل بخش پروفایل. اینترنت ایران وقت ضعیفه، خیلی طول میکشه تا اکانت رو بهتون نشون بدم. فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه شما که بس زیادی نداره. دستش این که الان من میخوام پروفایلمو بهتون نشون بدم. اینترنت این همه تو دست. اینم از چیه که بچه اکانتم لول 42 هستش. اسمش هم کسر دریا، یو آیدیش هم گذاشته که کسی خواست بهمون درخواست بده کاستوم میشه شاید رفتیم باهاش و کلا الیت زیاد ده. این اکانت کلی اصلا روش جم نزدم، به صورتی که خالی خالی روش بازی کردم. به سراغ ستامون که همین الان من ستا رو گرفتم. این کلاه این ملکه رو داریم، کلاه ست کاملش رو داریم، اینجا رو داریم، اینو داریم، ستای قشنگی داریم. مثلا آلوکو کامل دارم، اینا رو، اینو فقط کلاهشو دارم، این ملکه سیخ خیرم دارم، این ستم دارم، اینم دارم، اینم که ست اون بازیکناش دارمش، جوکرم دارم، ماسکه کردیمش. اکانت خوبه و دو تا از اینا دارم، اینو هم دارم. ستای خوبه، مثلا این مومیه رو یه چیزی هست داره بالاخره. ستای خوبی دارم و بیشتر از بین اینا من از شلوار، حالا به تو بگم لباس معمولی از این لباس های چی دارم. شلوار که اکثرش ساعتیه، من زیاد توصیل شلوار خریدن ندارم و معمولا اون لباس بخرم لباس میخرم. حالا دیگه چیزی نمونده از بین لباسامو. این کفش سفیدی که عشق منه، اینم دیگه کفش نسبتا همه کفشای بهتری دارم. خب دو تا درس ساعتی دارم که طبق معمول اینا رو فعلا هنوز باز نکردم. بریم اینجا که زیاد وسیله زیاد نداریم، اما نسبتا اکانت خوبیه. نهایتا یه ماه دو ماه بیشتر نیست دارم روش خوب پلی میدم. حالا من در مسئول فعلا چیکار کنم؟ یه چیز معمولی میذارم رو من پروفایل. اینجا دیگه چیزی نیست. بریم بچه سراغ گان هامون که نظرتون چیه؟ گان ها از چجوری نشون بدم؟ حالا بریم اصلا اینجا حالا AK درشه میره، AK 47 گروزا فاماس AN94. حالا اکثر گانام هم ساعتی داریم. همشون چی نیست، مثلا اینو من برای نداشتم مثلا. تا بیاد حالا برای مثلا اینجا یه در دانلود نکردیم، حالا این هم هستش. خب اینجا سنایپر همونه که فقط از این دو تا داریم. پیستول که معمولا پیستول رو اینو همیشگی دارم، با اینم دارم، مش ندارم. کلا یه اسکین یخ دارم، دو تا بوم دارم. زیاد اسکین ندارم، اما اول کارم بهتون گفتم اسکینا کردم. معمولا هم پلی میدم، کم پلی میدم. حالا اینجا کاراکترامه که حالا بعدش پتم که دو تا پت دارم کلا. و بریم بچه یه آدم دختر برداریم، کاراکتر زن نداریم. حالا باید بردارم اینجوری این که ستای دخترمون باشه. از بین زن ها واقعا ستای بهتری داریم. اگه به زن باشه خداییش ستای بهتری داریم. خداییش رو درست بگم کلا دوتایی نکنیم. ناکن اینو داریم، حالا یه درم ست کاملشون نداریم. اینو حالا بسه پسرم داریم. حالا بسه شلوار که باز شلوارمون کمه، دقیقا نمیدونم سوزنده این چی کاری بود. حالا دقیقا زیاد ستومت نداریم و یک کفشگاهی رو داریم دیگه. همین بود دیگه. اکانت من دقیقا کل آیتمای اکانت من توی یه سالی که اکانتم بند شده این بودش. دقیقا نمیدونم یک سال اکانتم بند شده، اما من دقیقا یه هفته است دارم روی اکانت پلی میدم و دقیقا من دیگه کلا از زمانی که اکانتم بند شد
فری فایر پلی ندادم و حالا سعی میکنم یه ویدیو بذارم ببینیم من به چه دلیل اکانتم بند شد، به چه دلیلی به فعالیت نداشتم و اینا رو قشنگ داخل یه ویدیو بهتون توضیح بدم. حالا گفتیم مجدد شروع میخوایم کنیم با روزی در حد 2 ویدیو خوب براتون ویدیو بذاریم که بتونیم بهتر از ویدیومون لذت ببریم. بریم تا ویدیو دیگه، فعلا خدافظ.